محمد مهدی جعفری، بنیانگذار، زنده باد کاراته و مرد نقره‌ای آسیا که در توکیو طلا گرفت. محمد مهدی جعفری قهرمان پر افتخار کاراته ایران و از پیشکسوتان صاحب نام عرصه بین‌المللی، پس از دهه‌ها افتخارآفرینی برای پرچم کشور، در 17مین دوره مسابقات جهانی WSKF در توکیو ژاپن موفق شد مدال طلای جیو کمیته رده سنی مثبت 45 سال و مدال نقره کاتای رده مثبت 60 سال را به نام ایران ثبت کند. وی که بنیانگذار جنبش زنده باد کاراته در کشور و از چهره‌های ماندگار این رشته است، بار دیگر نشان داد تجربه، تعهد و ایمان قهرمان واقعی را هرگز از میدان خارج نمی‌کند. محمد مهدی جعفری از چهره‌های پیشکسوت و تاثیرگذار کاراته ایران با سابقه نزدیک به نیم قرن درخشش در میادین آسیایی و جهانی، یکی از معدود ورزشکارانی است که نام او به عنوان قهرمانساز، بنیانگذار و الگویی از ثبات حرفه‌ای در تالار افتخارات کاراته کشور ثبت شده است.